ما درسی نوبتی خود را از این کتابای مبارک شروع می‌نماییم با همراهی شمایان. الله سبحانه و تعالی خیر نیکویی دنیا و آخرت را توسط آموختن علم برای ما و شمایان رسول نصیب گرداند. چون یگانه راهی که انسان را به راههای خوشبختی میرساند این آموزش علم است و در حدیث این اشاره شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من یرید الله به خیر یفقهه فی الدین. اگر هر کسی را که الله سبحانه و تعالی بر او خیر نیکویی را بخواهد آن را فقیه در دین میگرداند، فهم دین را برای او نصیب میگرداند. برای همین از پروردگار عظیم الشان دعا می‌نماییم که پروردگار برای ما و شمایان علمی با عمل و سودمند نصیب بگرداند و هر یک ما و شمایان را فقیهان دین قرار بدهد. امروز ما اولا از کتاب تعظیم العلم، بزرگداشت علم، یک چند نقطه های را بر شما میرسونیم. بعد سپس باذن الله تعالی اگر که وقتمون شد از فقه میسر، فقه آسان بیان باز درس رو ادامه میدیم. در آخر مثل همیشه بعد سوالاتی که پیدا باشد، سوالاتی که میشود بر سوال شما باذن الله تعالی جواب خواهم گردانید. مؤلف الله او را موفق گرداند شیخ صالح العثیمی حفظه الله تعالی در اینجا در باب پنجم در بیان پیروی از راهی که به مقصدها میرساند سخن میراند. باب در بیان پیروی از راهی که انسان را به مقصدها میرساند. این خیلی مهم است در حیات انسان، خیلی مهم است. اگر ما بر این باب کمی اهمیت نیکو بدهیم ان شاء الله که چیزهای خیلی خوبی را خواهیم فهمید. چون این بابی که ما امروز صحبت میکنیم اگر چند که ما از این باب خلاصه برداری کرده برای شما بیان نماییم، چون بعضی نقطه های هست که آنها را شاید سخن نگوییم چون آنها برای شما شاید لازم هم نباشند، لیکن به هر حال تلاش میکنیم باذن الله تعالی تلاش خود را میکنیم تا اینکه بر شما قسمتی از آموزش علم و چگونه علم آموخته شود. چون که ما در درس گذشته این مسئله با همراهی شما صحبت نمودیم در کتاب تعظیم العلم، تلاش می‌نماییم که همین کتاب رو با همراهی شمایان به اتمام برسونیم. چون خیلی مهم است در حیات انسان آموزش علم یک مقام ویژه‌ای باید داشته باشد. این نور است، هدایت است که انسان را از تاریکی‌های شرک و کفر و ضلالت به سوی راه هدایت، به سوی توحید، به سوی سنت راهنمایی می‌کند. برای همین در اینجا بابی خاصی که ما حاضر بیان کردیم، باب پنجم در بیان پیروی از راهی که به مقصدها میرساند. و شیخ می‌فرماید که لکل مطلوب طریق یوصل الیه. هر مقصد راه دارد که به آن میرساند. همین نقطه خیلی نقطه بین‌نهایت زیبا است که می‌فرماید شیخ که هر مقصد راه دارد که با واسطه این راه انسان بر آن مقصدی که نیت کرده است میرسد. فمن سلک جادة مطلوبه. اگر پس هر کسی که راه درستی را انتخاب نماید، هر کسی که بخواد که راه درست را انتخاب نماید و بر آن برسد، بر مقصدهایی که پیش گرفته است، آن را او را به مقصدهایش حتما میرساند. اما کسی که از آن راه دور شود به مقصدهایش هرگز و هرگز نمیتواند برسد. و علم نیز یک راه دارد. علم نیز و آموزش علم نیز یک راه دارد. هر کسی که اگر این راه را خطا رود، راه آموزش این را اگر خطا گیرد و خطا رود، گمراه می شود و به هدف خود هرگز و هرگز رسیده نمیتواند. حتی اگر میفرماید شیخ اندکی از فایده به دست آورد، پس آن فایده کم است و این فایده همچنین با زحمت خیلی زیاد به دست می آید. در اینجا شیخ سخن یکی از علماها را میارد، میگه یقول زرنوجی فی کتابه. زرنوجی یکی از علماها است، میفرماید در کتابش تعلیم متعلم، یعنی که تعلیم گرفتن کسی که میخواد تعلیم بگیرد، تعلیم گیرنده. نام کتاب تعلیم المتعلم. چی میگوید؟ میفرماید که و کل من اخطأ الطریق ضل. هر کی راه را خطا کند گمراه می شود. و لا ینال مقصود قل او جل. و به مقصد خود نمیرسد، چی مقصدش بزرگ باشد و چی مقصدش خرد باشد. خیلی نیکو. و ابن قیم برای هر یک ما و شما شناساست. در کتابش فواید میگوید که الجهل بطریقی و آفاتها. نادانی نسبت به راه و آفتهای آن. جهل و نادانی نسبت به راهی که انسان طی نماید در آموزش علم و آفتهای آن که آفتهای در اینجا قرار دارد، یوجب تعب الکثیر. بر انسان خستگی زیادی را میآورد. نادانی نسبت به راهی که انسان انتخاب نماید آفتهای زیاد دارد و همچنین مشقت‌های زیادی را بر انسان میآورد. مع فایده قلیله، علاوه بر فایده اندکی که در آن هست. همچنین راه درست را نفهمیدن سبب زحمت زیاد میگردد و
و در این هنگام همچنین فایده کمی برای تو میدهد. خیلی سخن نیکو است. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق میدهد که به این سخنها عمل کننده باشیم. به نهایت و سپس میفرماید که وقد ذكر هذا الطريقه بلفظ جامع نافع محمد مرتضی ابن محمد، میگه انا همین سخن را، انا همین راه را با یک لفظی کوتاه و فایده بخش محمد مرتضی فرزند محمد که صاحب کتاب تاج العروس است، نام کتابش تاج العروس، تاج عروس، در یک منظومه کتابت کرده است، نوشته است در منظومه با نام الفیه سند. الفیه مصرع‌های شعری رو میگن که در اونجا 1000 مصرع شعر است. 1000 مصرع شعر در باب مثلا آموزش زبان عربی باشد یا که دیگر باشد. با بیان کوتاه و فراگیر میگوید که هزاران سال بینگرد زیما یا هزاران سال بیگذرد زیما، نغنجد در کسی یک حرف فن را. از هر علم آنچه بهتر است بگیر، از هر علم آنچه بهتر است بگیر که آن گردد برای تو دستگیر. بیاد آر متنی با اعتبار را که باشد در میان بهترین کار. بگیرند پیش از عالم راست که بخشد فایده بر تو بیشتر. این مصرع‌های شعری که در اینجا این شیخ عالی میفرماید معناهای خیلی پرقیمت دارد. یعنی هیچ کس در 1000 سال تمام علم ها رو فرا گرفته نمیتواند. معنیش این است اگر چندی هزارها سال هم اگر انسان علم بیاموزد تمام علم رو تو نمیتوانی به دست بیاری. پس از هر فن بهترینش رو بگیر، از هر فن بهترینش رو بگیر. مثلا از علم توحید اصول توحید رو بیاموز و قاعده های توحید، قسم های توحید و ضد توحید چی است، شرک و قسم های آن و کفر قسم های آن، از فقه، طهارت، نماز، روزه، چیزهایی که برای تو بهتر نیازمندتر هستی از آنها بیاموز، از اخلاق، از آداب و غیره. و میفرماید که با حفظ متن که مورد اعتماد است، یعنی تو باید آن کتاب‌های رو به دست بگیری که کتاب‌های معروف و مشهور باشند، کتاب‌های معروف و مشهور باشند و آن رو بر کسی بیاموز که فایده می‌دهد. یعنی آن کتاب‌هایی که تو آموختی و به دیگران هم بیاموز این کتاب رو که آموزاندن این کتاب برای تو فایده و نفعت هم می‌بخشد. پس راه رسیدن به علم و راه درست آن بر دو چیز اساس یافته است. راه رسیدن به علم و راه درست رو انتخاب کردن بر دو چیز اساس دارد یا که اساس یافته است و هر کسی که این دو چیز رو پیشه بگیرد علم بزرگ رو به دست میآورد و راه بزرگی طلب علم رو پیشه میکند. اولا امر اول حفظ متن که در برگیرنده نقطه های مهم علمی هست. یعنی انسان از هر یک فن خلاصه یگم متن های مشهور و معروف را بیاورد، همون رو تلاش نماید که حفظ کند، از زیاد کند، از خود کند. مثلا اگر ما بگیریم اصل های سگونه که در قبر بزمشان، مثلا همین متنش از یاد نماید و شرح آن رو بخواند. از مسائل دینی بگیریم 40 حدیث نبوی است، خلاصه همین گونه باید حتما همون متن رو حفظ نماید، از خود نماید. و هر کسی که گمان میبرد که به حفظ میتواند علم بیاموزد بدون حفظ کردن چیزی نائل به علم بگردد نمیتواند. پس او چیزی ناممکن رو طلب کرده ایستاده است، یک چیزی که اصلا ممکن نیست و رو طلب کرده ایستاده است. برای همین برای شخص همیشه ضرورت دارد و لازم است که در آموزش علم رغبت داشته باشد و بعضی از متن‌هایی که از جانب علماهای مشهور و معروف برای ما و شما توصیه شده هستند آنها را بیاموزد، آنها را از خود نماید. آنچه که باید حفظ شود بر آن تکیه بدهد، آن متن را از خود نماید، آن متن که فراگیری سخنان راجح‌تر هست، سخنان صحیح‌تر و درست‌تر است، متن که معتمد است و در بین مردم، در بین دانشمندان و طالب علمان مشهور و معروف است و از نظر عالمان همان فن مدی نظر گرفته شده و بر پیش بینی مردم کده شده باشد. اما طلبه کی یا که دانشجویی که طالب علمی که کتاب ناشناس رو میگیرد، کتابی که مشهور نیست در بین مردم، کتابی که از آن معلومات ندارد، از هر فنی باشد آن رو بگیرد یا که بخواند یا که حفظ نماید، برایش دشواری ها و مشقت ها میآورد، برایش سختی ها میآورد. در اینجا مثال میاد مثل همین الفیه‌ای که ما بیان کردیم، الفیه‌ای که در بیان علم صرف نحو میگویند در زبان عرب در اونجا ذکر شده است، در حالی که دیگر الفیه‌ای هست که ابن مالک مشهور است. الفیه ابن مالک بسیار با نظم نیکو در بیان آموزش صرف نحو، قاعده های زبان عربی آسان است و نیکو است. در جای این دیگر رو میگیره از یاد می‌نماید که چیز راه رو برای خود دشوار می‌سازد. این مسئله اول بود. مسئله دوم، انسان علم رو باید از شخص بگیرد که سودمند و نصیحتگر باشد. همون انسان یعنی یک انسان نیکوی نصیحتگر باشد و دارای عقیده و اخلاقی خوب هم داشته باشد. پس تو در به نزد کسی میروی علم رو بیاموزی که مفهوم‌های علم رو به تو بی‌تواند بفهماند و آن شخصی که تو از او علم رو میگیری، در شیخ میفرماید، شیخ صالح العثیمی، که دارای دو صفت باشد. یکی دو صفت رو در خود این شخصی که تو از او علم رو میگیری در خود داشته باشد. صفت اولی که این مهم است، سودمندی، منفعت بخشی، فایده دهی، یعنی که در علم صاحب اختصاص باشد. همون فنی که بر تو تعلیم میدهد در آن اختصاص
احساس داشته باشد، همو را از عقده‌اش برآید که به تو دست بدهد. او باید شخصی باشد که با جد و جهد علم را آموخته باشد، با تلاش، با زحمت، با سالهای دراز علم را آموخته باشد و در نزد علما نشسته باشد و به درجه رسیده باشد که صاحب ملکه استوار و قوی در خود داشته باشد در آموزش علم و درس دهی. و دلیل بر این گفته های شیخ روایت هست در سنن ابی داود که اینچنین آمده است. ابو داود گفته است، ابو داود عالم مشهور است، یکی از محدثین است. مثلا صحیح بخاری داریم، همایش است، صحیح مسلم داریم، بعد سنن ابی داود است. اصحاب سنن میگویند 4 تا که ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجه اینها هم با خود کتابای حدیث دارند. انا سنن ابی داود میفرماید که با ما زهیر ابن حرب و عثمان ابن شیبه نقل کردند. انا همین علم طریقه درست گرفتن علم میگه ابو داود چیز بر ما انا دو شخصیت بزرگ زبیر ابن حرب و عثمان ابن ابی شیبه نقل کردند. چی نقل کردند؟ که آنها از جابر، از اعمش، از عبدالله ابن عبدالله، از سعید ابن جبیر و او از ابن عباس رضی الله عنه، الله از او راضی باد، نقل کرده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود نیوکنید چونه سلسله زنجیر است، از فلان از فلان از فلان علم را گرفتن. و چی فرمود رسول الله؟ تسمعون و یسمع منکم و یسمع ممن یسمع منکم. شما میشنوید این علم رو، چون که شما شنیده اید، شما علم رو میشنوید، بعد از شما دیگران ریز این علم رو از شما میشنوند و آنها که این علم رو از شما میشنوند باز به دیگران میرسونند. و این حدیث رو با سند قوی روایت کردند. معنی این حدیث این است که نسل بعدی علم رو از نسل پیشینیان میگیرند. این یکی از نشانه های باقی ماندن علم در این امت میگردد. نسل هایی که هستند از پیشینیان علم رو میگیرند و پیشینیان از پیشینیان علم رو میگیرند. ان همین طریق علم گرفته میشود. و صفت دوم از اون کسی که باید تو علم رو بگیری، نصیحتگر، راستگو باشد، غمخوار در تعلیم باشد، از جمله دروغگویان نباشد، از جمله فاسقان و فاجران نباشد. بارک الله فیکم. ان همین دو صفت باید در شخصی که انسان از او علم رو میآموزد باید باشد. اگر نباشد بهتر است که انسان خود را دور بسازد. میفرماید که این صفت دو معنا را در بر میگیرد. ان همین صفت دوم، نصیحتگر، راستگوی و غمخوار در تعلیم، دو معنا را در بر میگیرد. یکم شیخ باید شیخی شایسته برای پیروی باشد، با رفتار، با اخلاق، با راهنماییش یک راهنمایی خوب باشد. و دوم معرفت اصول و راههای تعلیم را داشته باشد، که اصلهای علم را در خود داشته باشد. یعنی خوب داند که چگونه به دانشجو تعلیم بدهد، چی برایش سودمند است و چی برایش ضررآور است، موافق تربیت علمیه که شاطبی در کتاب خود موافقات ذکر کرده است. و در اینجا شارح، یعنی شرح دهنده، شیخ صالح العثیمی حفظه الله تعالی، الله او را موفق گرداند، میگوید که پنجمین نقطه کلیدی بزرگ داشته علم این پیروی از راهی که به مقصدها میرساند است. کلمه جاده معنیش در راه علم چی انسان جدی باشد، قدم‌های استوار بگذارد. سپس مؤلف ذکر کرد که هر مقصد راه معین دارد. هر کسی آن راه را پیش گیرد به مقصد میرسد و کسی که از آن روی گرداند هرگز به مقصد رسیدن نمیتواند. و از جمله این چیزها که راه دارد این علم است. علم به خود راه دارد. پس هر کسی که راه علم را پیش گیرد آنچه را که میخواهد بر آن میرسد، آنچه را که میخواهد بر آن میرسد باذن الله تعالی و با توفیق او سبحانه و تعالی. چون انسان بدون توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی به چیزی نمیرسد و بر چیزی هم رسیدن نمیتواند و گمراه میشود و به مقصد خود نمیرسد و فایده کم به دست میآورد با زحمت زیاد. برای همین مؤلف بعد از این سخنان پیشینیان را آورده است که دلیل این معنی ان از جمله سخن ابن قیم را که ما حاضر برای شما در بالاتر بیان کردیم که گفتن از جهل بالطریق، نادانی بر راه و آفاتها و آفتهای آن، مقصود یوجب التعب الکثیر، که مقصد از این سبب زحمت زیاد میرسد مع فایده قلیله علاوه بر فایده خیلی اندک انسان به دست میآورد. پس سبب آن زحمت زیاد یا بسیاری از طلبگان، بسیاری از دانشجویان میکشند در آوان آموزش علم فایده کم به دست میآورند و علم کم رو به دست میگیرند. یکی از این سه چیز است که ابن قیم گفتند: نادانی به خودی همین راه را نمیدونند، یا که راهبری خوب ندارند که آنها را به سوی آن راهنمایی کند، یا نادانی با آفتهای این راه که در این راه آفتهایی است که انسان را از این راه میزند، فتنه هایی که در این راه قرار میگیرند پیش میآیند، اینها را نمیدونند، از اینا بیخبر است. و نادانی به مقصد اساسی یعنی مقصد عالی و آموزش علم را نمیدوند و آن رسیدن به جایگاه بلند در نزد الله سبحانه و تعالی، نه در نزد مردم، در نزد الله سبحانه و تعالی. اساس آموزش علم انسان رابطه خود را با پروردگار خوب کردن است، نه اینکه رابطه خود را با مردم خوب کردن، بلکه انسان علم را به خاطر آن میآموزد که رابطه خودش را با پروردگار نزدیک بسازد و رابطه خودش را با پروردگار خوب بسازد که الله سبحانه و تعالی او را شامل رحمتش قرار بدهد. پس مؤلف با وصف راه
علم اشاره میکند با نقلی از کتاب الفیه‌ای که ما بیان کردیم که در آنجا بیان شد معنای آن این بود که هیچ کس در 1000 سال تمام علم رو فرا گرفته نمیتواند، پس از حرفم بهترین آن رو بگیرد با حفظ یک متنی که اقوال سخنان درست بر آن روانه شدند و آن را از شخص بیاموزد که آن شخص فایده بخش، راستگو و راست قلب باشد. از این گونه انسان علم بیاموزد. برای همین این سخنان رو در یک مصرع شعر در آوردن و گفتن که هزاران سال بگذرد زما نگنجد بر کسی، نگنجد در کسی هر یک فن را، از هر علم آنچه بهتر است بگیر که آن گردد برای تو دستگیر. پس راه رسیدن به علم بر دو اساس قرار میگیرد: حفظ یک متن معتبر و معروف و مشهور و آموزش از شخصی که نصیحتگر است و مفید و فایده بخش است. در اینجا شیخ حفظه الله تعالی در بیان ضروریت حفظ علم سخن میراند که از کتاب‌های معتبر، معروف و مشهور باشد که انسان تواند در این راه قدم‌های استوار بنهد. که اساس اول در راه آموزش علم که طلبگان، طالب علم باید متن کتاب‌های معروف و معتبر و مشهور را حفظ نمایند. از یاد کردن برای کسی که علم را طلب میکند و میخواهد که علم را بیاموزد، اما نه همه متن‌ها را، نه همه کتاب‌ها را، بلکه کتاب‌ها و متن‌هایی که معتبر و معروف و مشهور باشند. و معنای معتمد چی هست؟ آن متن‌ها یا که کتاب‌هایی است که پیشینیان علم، کسانی که پیش از ما بودند، بر آن فن یا که بر آن علم، بر آن کتاب اشاره کردند و آن را خوب شمردند از عالما. پس طلب علم برای انسان منفعت نفع نمیرساند مگر با روندی که علماهای پیشینیان بر ما آن را رسانیده باشند و معروف و مشهور باشد. چون یک در اینجا مثال زد که الفیه در دو الفیه در بیان آموزش علم نحو است، زبان عربی. الفیه آثاری است و الفیه ابن مالک. بعضی از مردم الفیه آثاری را میگن که از آن بهره نمیبرند، هزار مثل شعر رو از خود میگن بهره نمیبرند، که در حالی که الفیه مالک است که بسیار برای انسان آسان میارد. و آن فن‌ها که آن علم‌ها که آن کتاب‌هایی که برای انسان معروف و معتبر نیست در بین علماها، بر انسان خطرناک است حفظ آن متن‌ها. و نزد اهل علم آن کتاب‌هایی که معتبر و معروف نیستند یک نوع ناقصی بر آموزش علم انسان میارد. پس هر کسی که علم را طلب میکند باید حفظ خود را با این متن در نزد یک شیخ نیکوی، خوش اخلاق و خوش رفتار از خود نماید که آفتهای آن را گرفتن متن از نسخه هایی که درست و صحیح نیستند. یعنی طالب علم یک نسخه متن بگیرد که اهمیت در نزد علما داشته باشد، نسخه‌ای که صحیح و درست باشد، شاید در آن خطاگی املایی باشد، شاید در آن خطاگی نادرست باشد و غیره و غیره و غیره کارهایی که در داخل این متن شاید قرار بگیرد و انسان از آن خوب نفهمد. یا متن را که انسان حفظ نماید، کتابی را که انسان حفظ نماید، حتما شرح آن را با همراه یک شیخ، یک استاد حتما باید بیاموزد، حتما بنشیند و حفظ نماید متن را، کتاب را و معنای آن را بفهمد. حاضر بیشتری از مردم بر حفظ نمودن بسیار مشغول هستند، اما بر عمل کردن به نهایت کم اهمیت و دقت میدهند. این سبب بدبختی در حیات انسان میآورد. برای همین شاید انسان یگام علمی را میخواد بخواند و از کسی میخواد توصیه بگیرد، بعد شاید بعضی کسا بگن بهتر بود که این را میخوندی، بهتر بود که این را میگرفتی، بهتر بود این. چند انسان چند فکرهای گوناگون دارد. همین خیلی انسان در این کار واقع میشود. چر انسان ها به شما چندین فکرهای گوناگون میدهند و راه حل در اینجا کجاست؟ راه حل از یک انسانی که واقعا دانشمند است، عالم است و در راه جاده، در راه طلب علم است، از آن پرسیدن در کار است. چون عالمان و دانشمندان غالبا آنها این مرحله ها را گذشتند و این کتاب ها را خواندند و فهمیدند، دانستند. از روی همین برای شما توصیه نیکو میدهند، برای شما توصیه نیکو میدهند که شما در توصیه آنها لغزش نمیخورید. بارک الله فیکم. هر کی علم زیادتر دارد باید از آن علم آموخت. هر کی راه دین رو درست و نیکو انتخاب کردگی است از آن علم آموخت. و کسی که در راه دین جدی نیستند یا اینکه فسق و فجور را انجام میدهند یا دروغگوی هستند یا فاسق هستند یا که بدعت کار هستند، نباید از آن علم آموخت، بلکه از آن باید انسان دور شود. چون از آن بهره نمیگیرد. اگر بهره بگیرد بهره کم میگیرد، اگر بهره بگیرد با همراهی وای زهر است، حیات انسان رو تباه میگرداند. برای همین ها علما رحمهم الله تعالی همیشه در بیان آموزش علم نصیحت ها می‌نمایند. علم رو از عالم ها، از آدم های معتبر، معروف و مشهور، کسانی که چون که در حدیث ابو داوود ذکر شد که سلسله زنجیر همین گونه باید انسان علم بیاموزد، نه اینکه از هر کس از هر چیزی که پیش اومد آن رو گرفتن گیرد. این گونه انسان راه درست را انتخاب نمی‌نماید. شاید یگان بعضی از معلومات های به خود بگیرد، یگان فایده های بگیرد، نه که اساس علم شاید بر مشام او نرسد. الله المستعان. سپس در اینجا مؤلف رحمه الله تعالی مسئله دوم رو اشاره میکند و آن مسئله این گونه است که قبول کردن آن، نه که آن کتاب، آن متن معروف از شخصی باشد که شخصی فایده بخش باشد، شخصی خیرخواه باشد، شخصی که برای فهمیدن معناهای آن بر تو کمک رساند، همچون یک استاد، همچون یک روان، همچون یک غمخوار. این خصوصیات را با خود داشته باشد، فهمی درست داشته باشد، این فهم درست را از پیشینیان بر خود کسب کرده باشد و معنای آن را خوب درک نماید و خیرخواه باشد بر طلبگان، نه اینکه فقط مکاسب دنیایی یا اینکه شهرت
و غیر از این از پای دیگر چیزها بگردد. و مؤلف برای این مسئله دلیل از ابن عباس رضی الله عنه برای ما گفت که شما میشنوید و از شما میشنوند دیگران و هر کسی که از شما شنیده اند نیز از گذشتگان این رو شنیده اند. یا که هر چیزی که شما میشنوید شما هم این رو از گذشتگان شنیدید. یعنی که شما علم رو مستقیما از متن یعنی از رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیرید. مدام که اگر شما علم رو با سلسله زنجیر بگیرید و علم رو با سلسله زنجیر از خود نمایید، گویا اینکه شما علم رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفتید، چون این سلسله زنجیر این پیوندها شما رو برده میرسند به رسول الله صلی الله علیه و سلم. چون قاعده است در نزد اهل علم که عبرت به عمومیت خطاب است. عمومیت خطاب گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم است، نه با شخصی تشخیص شده انتخاب شده. اما خصلت دوم چون که ما این رو علاقه برها تاکید کردیم، نصیحتگر، خیرخواه. مفهوم این دو معنی را در بر میگیرد شایستگی استاد برای اقتدا از آن، قبول کردن سخنان او. یعنی استاد باید شخص صالح دیندار باشد. این خیلی مهم است. این سخن را خیلی با دقت گوش دهید. استاد باید شخصی صالح و دیندار باشد که در عمل کردن با شریعت نمونه عبرت بر دیگران باشد، نه با اخلاق رذیله، نه با پلیدی، نه با عقیده نادرست، نه با راه غیر شریعت، نه با راه غیر پیامبر صلی الله علیه و سلم. چون دیگران و هنگامی که از او پیروی میکنن خصلت‌های خود را با خود میگیرند، در رفتار، در اخلاق، در اسلوب ظاهریش و باطنیش، در سمتش، در خاموشیش، در هدیش. هدی راه را میگن، راه عمومی که انسان آن راه را حرکت میکند، در دلالت‌هایش، نمودهای ظاهری شخص، در سمتش، در خاموشیش. و چنین دانستن راههای تعلیم که استاد باید برای دانشجویان راههای تعلیم را از همه راههای آسان‌ترین برای آنها انتخاب نماید. چون بعضی موارد میشود که انسان از باب ندانستنش، از باب اینکه بعضی از کتاب‌هایی که در این باب ذکر یاد داشته است آنها را نخواندنش، برای طالب علم خیرخواه است، خیر می‌خواهد، نیکویی می‌خواهد، لیکن راههای را برای آنها انتخاب می‌نماید که برای طلبگان دشواری می‌آورد. دشوار است. برای همین سخن امام شاطبی را در اینجا برای ما و شما یادآوری کرد. و این شیخ صالح العثیمی یک برنامه خیلی مفید دارد، برنامه مهمات علم میگویند که مهمترین علم‌هایی که باید آموخته شود که نورش را بر همه چراغدان، مشکات میگویند چراغدان، داخل کند. در اینجا در این مهمات علم این شیخ صالح العثیمی همه این علم‌ها را بیان کرده است و طلبه‌ها را راهنمایی کرده است که اگر که الله سبحانه و تعالی برای ما توفیق بدهد این کتاب‌هایی که مهمات علم است اینها را در آینده ما ان شاء الله که ترجمه می‌کنیم به سمع شما میرسونیم باذن الله تعالی. همین کتابی که ما در دست داریم تعظیم علم، کتاب اولین در بین مهمات علم است. چون مردم امروز در زندگی خود با تنبلی، با تنگی وقت و بسیاری مشغولیت‌ها و تغییر حالت‌ها رو افتادند و این حالت‌ها اونها رو وادار می‌کند که بیشتر تلاش کنند که دین را خوبتر بیاموزند و خوبتر از خود نمایند، چون وقت‌های اندک دارند. و همچنین دیگری از مانع‌هایی که سبب آموزش طالب علم را می‌گردد فسادی‌هایی که جامعه را فرا گرفته است و مردم به اساس ذوق و درک خود هر چیزی را انتخاب می‌کنند و هر راهی را پی می‌گیرند. برای همین راه درست را انتخاب کردن در این زمان خیلی دشوار است. چگونه که عمر بن عبدالعزیز گفته است که خلیفه عادل است برای مردم حکومت‌های پیدا می‌شود به اندازه فسادی که در آنها وجود دارد. یعنی که به اندازه فسادی جامعه در بین جامعه حکومت‌ها و سخن‌ها و چیزهای نو پیدا شدن می‌گیرد. یعنی هر قدر فساد نوشیدن می‌گیرد، فسادی رو در بین مردم جلوه دادن می‌گیرند. قانون‌های نو برای منع آن قانون‌ها صادر می‌کنند، برای منع حتی برای منع اخلاق نیکو قانون‌ها صادر می‌کنند. حالا کجا بس دین و غیره. و همه این برای چی است؟ برای بازگرداندن مردم از نیکویی به سوی بدی، به سوی گمراهی. برای همین باید مردم بدی رو بشناسند. برای بدی رو شناختن باید انسان علم رو بیاموزد. همون طور که مردم باید به سوی نیکی باز بگردن، انا همین گونه باید انسان بدی رو بشناسند تا که به سوی نیکی باز بگردن، به سوی آموزش علم روانه بشوند. پس برای راههایی که رسیدن نیکی‌ها به مردم جستجو شود و موافق حالت قانونی آنها و حالت آنها دانسته شود و دینشون رو نگاه بدارن و دینش رو حفظ حمایت نمایند، لازم است که باید علم‌های شریعت رو بیشتر اهمیت بدهند از این علم‌های دنیوی که است. در این زمان ما هیچ نفر رو نمی‌بینی که دانشکده ها را ختم نکند. مرد و زن نوبسته از جنسش، نوبسته از جنسیتش، برای آنها دانشگاه را ختم نکنن برایشان عار شده است، بی‌ناموسی شده است. یکی از دین الله یک چیزی اندکی را اگر سوال کنید چیزی را نمی‌دانند. پس انا همین از راه‌های طریقای ناخلف و نادرسته که الکه مردم رو بر این راه راست کردن، مردم خود رفته ایستادن. حتی از مردم دیندار هم این گونه چیزها دیده می‌شود. زیرا مشغولیت‌های زیاد، وظیفه‌های گوناگون در جامعه امروزه زیاد شده است که سبب از بین بردن دین و علم اساسی که باید انسان بیاموزد و اون را قبول نماید شده است و این عمل سوس شد، چون همین مشغولیت‌ها، همین وظیفه‌ها مردم را از این دور کرد. برای همین باید اصول‌های تعلیم علم موافق وظیفه‌های مردم به مردم باید رسانده شود، بلکه اصول‌های رساندن علم گوناگون است. بعضی از کتاب‌ها مفصل بیان می‌کند، بعضی‌هاشون میانه هست و بعضی‌هاشون فشرده، یعنی خرد مختصر است. و ابن خلدون در مقدمه خود در این موضوع سخنان بسیار زیبا و پرقیمتی را بیان کردند و می‌فرماید که اصل این
اصول تعلیم گرفتن، اصل این اصول آموزش علم را آموختن، این در قرآن و سنت ثابت است. دیگر برای انسان هیچ رفتن لازم نیست، در قرآن و سنت این ثابت است. چنانکه امام مسلم روایت کرده است از حدیثی از ربیعه بنت ثابت از عمرو ابن اخطب الله از آنها راضی باد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و نماز صبح را گفتند که با ما خواندند، نماز صبح را، نماز بامداد را. بعد بالای منبر برآمدند و ما را خطبه خواندند، امر معروف کردند، خطبه کردند تا وقت نماز پیشین، الله اکبر، تا وقت نماز پیشین. و سپس پایان فرمودند از بالای منبر، نماز ظهر را خواندند. بعد دوباره بالای منبر شدند تا وقت نماز عصر با مردم خطبه خواندند. وقت نماز عصر فرآمدند، نماز عصر را خواندند و سپس بالای منبر برآمدند تا نماز شام باز ادامه کردند. همین است که امر می‌فرماید که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم بر ما از آن چی در گذشته بود و از آن چی در آینده می شود خبر داد. هر چیزی رو رسول الله برای ما خبر داد و سخن پیامبر وحی دیوم است. پس بر این حالت تعلیمات نظر کن یک بار که در سنت حفظ شده است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در طول تمام روز و بین نمازها یک خطیب، یک معلم، یک راهنما مردم رو تعلیم داد و هیچ چیز صد راه تعلیم او نشد و هیچ چیز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را من نکرد و آن روز معلم این رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. خوش به حال صحابگان کرام که معلم آنها رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، رحمتگر برای عالمیان. چون در موضوع علم هر گونه تعلیمات ها، هر گونه چیزها زیاد شده است، باید انسان راه را خوب انتخاب نماید. الله سبحانه و تعالی خیرتون دهد و بر ما توفیق بدهد که این راه را درست انتخاب نماییم و درست طی نماییم، راهی که در آن رضای الله سبحانه و تعالی باشد، راهی که در آن رسیدن بر رضای او سبحانه و تعالی و نیکویی و سعادتمندی و راهی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شمایان تقدیم کردن، هدیه کردن. در اینجا ما از این کتاب تعظیم العلم، بزرگداشت علم به اتمام میرسانیم باذن الله تعالی. اگر که زنده و سلامت باشیم باز روزهای بعدی از این کتاب ادامه خواهیم داد ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.